دوستان سلام، وقتتون بخیر باشه. یکی از نکاتی که خیلی بهش توجه نمیکنن و در بلند مدت باعث میشه که موتورشون شوتون بزنه. ببینید، روغن از این محفظه درب قیفی وارد میشه، از اینجا و وارد قیفی میشه و از اینجا ببینید روغن نفوذ میکنه و به میلنگ میرسه. الان هم ما یکم اینو روغن کوری کردیم، پیداست. زمانی که این قیفی روغن حالا به هر دلیلی این فنرش خراب شده باشه یا داخل این آشغال گرفته شده باشه، میتونه باعث اختلال در روغن رسانی به این در واقع شوتون بشه. اگر این شوتون چند دقیقه بی روغنی بکشه، موتور بیش از حد داغ میکنه و باعث میشه که شوتون بزنه. حتما به این نکته توجه کنید. موقع تعویض صرف کلاج اینو خوب تمیز کنید که مشکلی به وجود نیاد و پیشنهاد میشه حتما از روغن‌های کیفیت خوب استفاده کنید. ببینید، زمانی که کیفیت روغن خوب نباشه باعث میشه که تبدیل به چسب بشه و از اینجا در واقع گیر کنه و مسیر روغن رو کلاً بند کنه. حتما به این نکته توجه کنید.